مرسون نباش یواش اومدم در خونتون مرسون لرزون 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 اومدم در خونتون یک شاخه گل در دستم سره. گفتگویی با اصغر واقدی شاعر دهه 40. اصغر واقدی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی و اجتماعی. تحصیلات لیسانس ادبیات فارسی از دانشسرای عالی تهران، فوق لیسانس علوم تربیتی و مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران، مشاغل دبیر ادبیات فارسی در دبیرستان‌ها، کارشناس روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش، کارشناس ارشد آموزشی در وزارت آموزش و پرورش. فعالیت‌های ادبی و اجتماعی، همکاری با نشریات ادبی و اجتماعی تهران، عضویت در شورای نویسندگان رادیو تلویزیون ملی ایران و نویسنده برنامه مباحث نظری شعر از دیدگاه تازه، شرکت در شب‌های شعر گوته، منشی کانون نویسندگان. آثار انتشار یافته: جرقه، مجموعه شعر، آواز عاشقان قدیمی، مجموعه شعر، تماشا و حیرت، برگزیده‌ها و غزل‌ها، شعر و شکوفه‌ها، مجموعه شعر برای کودکان. جناب واقدی، علاقه شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟ حقیقتش اینه که من توی یک خانواده فرهنگی متولد شدم. مادرم معلم بود، پدرم یکی از صاحب منصبای آموزش پرورش کرمانشاه بود، مثلا رئیس اداره کارگزینی بود. اما متاسفانه یه از فامیلای پدرم از این آخوندهای مثل آیت الله و این چیزا بودن. اولین ضربات از ما از دست اونا خوردیم. من و برادرم یادمه، من شاید 4 سال یا 5 سال داشتم، برادرم 8 سال یا 9 سال. یکی از این آیت الله ها که در خانه ما رفت آمد می‌کرد و بعضی هم روزه میخوان، پرسید اسم این بچه ها چیه؟ مادرم گفت ایرج، اسم برادر بزرگم بود، و منم پرویز. اون شروع کرد گفت این اسمای کفار از کجا گیر آوردید؟ همین الان بهتون دارم میگم، اسم یکی بکنید علی اکبر، اسم یکی بکنید علی اصغر. اینا هم تو رو دربایسی موندن، ما رفتن حتی شناسنامه گرفته بودن، رفتن شناسنامه، اسم من شد علی اصغر، برادرم شد علی اکبر. این شد. و بعد همینا به من فشار آوردن بیا برو آخرهای هفته، من مدرسه عادی میرفتم، و آخرهای هفته برو مدرسه اسلامی و اینا. منم چون خیلی حافظه قوی داشتم، اونجا بسیاری از شاید 1/3 قرآن رو حفظ کردم و بسیاری از نمازها، حتی نماز معیت، اینا همه حفظ کردم. تا اینکه در کلاس 6 ادبی من یه عمویی داشتم که فامیلیش با ما فرق میکرد، آقای صدقگویا. در کلاس 6 ادبی البته ایشون معلم همه چیزامون بود غیر از شرعیات و قرآن و شرعیات. بعد اون معلم قرآن شرعیات رفت گفت بود که آقا این برادرزاده تو چقدر ماشاءالله همه این چیزا حفظش بود و این حرفا. بعد هیچی، اونم گفت بود راجبه چی میگی؟ گفت بود هر چی من میگم اون حفظشه، بخوام از رو بخونم. خلاص عموی ما شب اومد خونه گفت بیا اینجا ببینم. پرویز میگفت، لهجه‌ش هم میگفت، به من میگفت پرویز، یعنی چون از بچگی هم اسمم پرویز. گفتم چیه؟
گفت این مزخرفات چیه تو حفظ کردی؟ خیلی شایع آقای محمود صدقگویا بود که بعداً قاضی دادگستری و ایناش. گفتم کدوم مزخرفات؟ گفت این مرد دیوانه نظام علاقه معلم دینیتون آمده میگه همه چیز گفت که حیف نیست تو این میری چرت و پرت رو حفظ میکنی. البته پدرم هم داشت گوش میداد خوشش میامد این حرفو میزد، برای که اون یا میترسید در روش نمیشد به اون آقایان آخوندا بگه که چرا اینقدر اینو فشار میارید که ایچی داره حفظ کنه. بعد گفتم خب من چه کار بکنم؟ گفت همه اینا رو از اون مغزت بنداز بیرون، برو کتاب صادق هدایت رو بخون، برو کتاب جمالزاده رو بخون، برو کتاب نمیدونم چی. گفتم از کجا گیر بیارم؟ گفت بهت میدم. اولین چیزی که به من داد کتاب سه قطره خون بود، بعد یکی بود یکی نبود جمالزاده. بعد اومد گفت یه مجموعه شعری هم داد به اسم مال کارو، اون زمان مجموعه شعر نمیدونم شکست سکوت چیزی بود. خلاص من بیشتر اون شعرهای کارو رو حفظ کردم و شیفته هم داستانه هدایت شدم، همین چیز رو رفتم. کتاب دوم گفتم چه کتابی بخونم؟ مال گفت ترانه‌های خیام. اونجا ترانه خیام خواندم، اصلا به کلی همه چیز عوض شد دنیا برای من. اینه که از اونجا، یعنی از به خاطر اون البته ظاهرا تندخویی عمو، ولی تندخویی نبود، خدمتی بود که من این آشغالا رو از مغزم بندازم بیرون، 4 چیز حسابی بخونم. خلاصه از اون وقت من با اینکه رفتم کلاس اول دوم سوم دنبال همه رمانا بودم. مثلا یادمه کلاس 8 من ژان کریستوف رومن میخوندم، رمان بوده، یا کتابای داستایوفسکی یا کتابای نویسنده چارلز دیکنز. کلاس 8 و 9 بودم. خوشبختانه در زمان کم کم یه مقدارم با شعر جدید و شعر قدیم، البته شعر بهار رو خیلی دوست داشتم، مخصوصا اون شعر که برای دماوند گفته ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، ز آهن به کمر یکی کمربند. خلاصه تا آخر. بعد خوشبختانه در کلاس 4 و 5 شدم با یه دبیر بسیار خوبی به اسم آقای صالحی روبرو شدم که اونم چقدر روی من تأثیر گذاشت. به هر حال اونجا رفتم بعداً که دیپلم گرفتم، با اینکه دانشکده حقوق و اینا قبول شدم، اما قبول کردم که برم دانشسرای عالی برای رشته ادبیات فارسی. بله. اولین ها همیشه در خاطر میمانند. نخستین شعرتون رو در چه سنی سرودید؟ من یادمه که شعرهای چیزی به هر حال نپخته اوائل در کلاس 9 و 10 زیاد گفتن. بعد برای اینکه یه وقتی میدونستم عموی من دیگه، عموی من از آموزش پرورشم در اومده بود، رفته بود تو دادگستری، به اون میرفتم نشون میدادم، مثلا میگفت که زیاد این قوی نیست فلان. تا اینکه آمدم تهران، وقتی دانشجو بودم، همون سال اول چند تا شعر گفتم، اینا رو توی مجله اطلاعات جوانان چاپ کردم. بعد یادم نخستین شعر یک شعری بود به اسم اونا به مسابقه گذاشته بودن توی اطلاعات جوانان. بعد من عنوان شعرم جوانی بود که گفته بودم راجب جوانی شعر بگید، مسابقه بود. من یه غزل گفتم که من چاه خشک مزرعه زندگانیم،
همچون کویر در آتشی جاودانیم. مردم در این کویر قبالود انتظار، ای آتشی که شعله زدی بر جوانیم. اینو ما گفتیم خوشبخت، نمیدونم حالا خوشبختانه یا جایزه را ما بردیم. جایزش یک کتاب چند جلد کتاب نفیس بود که آقای احمد احرار به من داد، سردبیر اعتراض جوانان. از چه زمانی شعر گفتن برای شما جدی شد؟ من از زمانی که همین تشویقی که شدم رفتم از اطلاعات جوانان، تقریبا هر هفته تو اطلاعات جوانان شعر چاپ می‌کردم، تا اینکه یه روز آقای احرار به من گفت که فلانی میتونی این قسمت رو که این 2 صفحه هست صفحات ادبی ما، یه صفحه راجع به ادبیات جهانه که آقای سید حسینی درست میکنه و این صفحه دوم هم زمان الان مثلا سال دوم چیز بودم، سال دوم دانشکده بودم و این صفحه هم صفحه روبرویش هم چون شعر جواناست تو بیا یه مدت اداره کن، اگه خسته بودی یا کار داشتی بیا به من بگو، خب یکی دیگر میگم بیاد مسئول بشه. خلاصه من یه 3-4 ماهی مسئول دیدم خیلی باید برم روزنامه اطلاعات، بعد برم سید خندان دانشسر عالی. گفتم من نمیتونم برسم، بده به کسی دیگه. برای اون مثل که آقای به اسم فقیه پیدا کرد، مسعود فقیه یا عباس فقیه، اونو گذاشت جای من. اما اونجا بیشتر خب شعرهای جوان پسند و اینا میگفتم، تا اینکه خب مجله فردوسی شروع به کار کرد. من یه شعر داشتم به اسم بقعه، رفتم داد آقای محمد زهری، دیدم بلند شد دست انداخت گرد خواندش، دست انداخت گرد موزه به اسم بقعه، راجبه امامزاده بود که من میرفتم توش. البته نه اینکه مثلا میخوام دعا بخونم، ولی به عنوان کسی که میره راز نیاز میکنه با یه امامزاده تنها این شعر گفته بودم و خیلی اصلا اشک آمد تو چه شعر رو، چه هیبتی تو فردوسی اون زمان که مثل که دکتر عنایت هم سردبیرش بود، هنوز آقای عباس پهلوان سردبیر اونجا نبود، آقای دکتر عنایت بود و آقای زهری هم مسئول صفحه شعرش بود. به هر حال نه شعر جدی نخستین اونجوری چاپ شد. بعد به هر حال دیگه با وقتی آقای شاملو اینا آمدن تو مجله خوشه، بیشتر با مجله خوشه کار میکردم که اولین شبای شعرم که گذاشتن در کاف شهرداری بود، جای باغ شهرداری در تهران. اول شبای شعر گوته نبود، همون بود که شاملو گذاشته بود شبای شعر خوشه، در اونجا شرکت کردم اینا. حالا در کنار این یه روز دیدم آقای دکتر نیر سینا استاد ما بودم و سال دوم بودم، گفت بیا اینجا باید کار دارم و همیشه گفت اینا میدونی چیه؟ اینها آمدن به من گفتن یه گروهی از دانشجوها یه ارکستر تشکیل دادن به عنوان ارکستر دانشجویان. اینا رو آقای نایرسینا به من گفت. بعد میگن خب حالا شما همشون هم دانشجو بودن، گفتن خب حالا شاعرتون کیه؟ رفتن کریم فکور آوردن، گفتن کریم فکور که دانشجو نیست، شما همه نگید ما دانشجوییم. گفتم خب منظور آقای دکتر؟ گفت فردا بیا رادیو کار باید دارم. من رفتم رادیو، اونجا البته قبلا
رفته بودم برای مشاعره و چیزا، با آقای سهیلی ساعت طلا بهم داده بود. بعد آقای دکتر نرسینا یک مرد خوشتیپ موسفیدی نشسته بود روبروش، گفت ایشون آقای نواب صفا هستن. برگشت بهش گفت که فلانی آقای نواب صفا، اینی که گفتم من کسی رو دارم برای ارکستر دانشجویان ایشونه. بعد گفت فامیلی؟ گفتم من اصغر واقدی هستم اینا. گفت من خودم کرمانشاهی شاگرد پدرت بودم. نواب صفا هم کرمانشاهی دادن. خب معینی کرمانشاهی بود. نواب صفا گفت من شاگرد پدرت بودم. گفتم واقعا؟ گفت واقعا نداره. پدر تو من خاطره عجیبی هم ازش دارم. این مدیر مدرسه ما بود. بعد یه معلمی داشتیم که این معلمه می آمد با بچه های خوشگل شوخی میکرد. بچه هایی که خیلی خوشگل بودن شوخی میکرد، قلقلکشون میداد اینا. مثل که میگه اون مبصر مدرسه کمی سنش بالاتر اینا رفته بود گزارش به بابای تو داده بود. بابای تو هم آمده بود ازت خوابیده بود اون زیر میز ما که ببینه راست این معلمه چه میکنه. گفت اون روز که بابای تو خوابیده بود زیر میز ما از همه بدتر چیز کرد، شوخی کرد با اینا، حتی رساندش به ماچ کردن. آقا یه دفعه میگفت پدرتون بلند شد 2 تا کشیده گذاشت تو گوش این معلمه و با لگد انداختش بیرون. بعدش هم دیگه گفت این دورور پیدا نشه. گفت من این خاطره رو دارم از پدرت. تو حالا آمدی ما چه دنیای فلان اینه. خلاص ما چقدر با هم دوست شدیم با آقای نواب صفا و از اونجا ما شدیم شاعر اون ارکستر جوانان. منتها اونا خواننده دانشجو نداشتن. اولین خوانندهشون ایرج بود، بعد الهه که من اولین شعرامو برای ایرج ساختم و الهه مثلا معروفم بود که یکی صدای چوپان، یکی هم رقص کولی که برای خانم الهه ساخته بودم. بعدش هم دیگه با هم دیگه پارتی زیاد داشتم اونجا، 3 تا پارتی داشتم به اضافه دکتر سجادی که اونم باز اونجا بود. یعنی هم نیر سینا پارتی بود، هم نواب صفا، هم آقای معینی کرمانشاهی و هم دکتر سجادی هم باز استادمون بود. این بود که گفت بابا اصلا دانشجوها ولش کن، دانشجوها دیگه اینا 1 سال 2 سال میمونن میرن، شما باید اینجا برای ما هم کار کنی. گفتم چه کاری؟ اون زمان هنوز رادیو تلویزیون 2 تا نشده بود، رادیو جدا بود، تلویزیون هم مثل که مال ثابت پاسا بود دیگه که اصولا یکی نشده بودن هنوز. ولی خب همه آهنگ و ترانه ها از رادیو پخش میشد. بالاخره ما اینجا رسیدیم که برای خیلی از این خواننده ها از اهدیه گرفته تا خانم دلکش تا دیگه خیلی ها از این خواننده، خانم پوران، خانم الهه گفتم، خانم پروین، برای همه اینا حتی برای آقای شجریان اینا من ترانه ساختم. منتها خب بر اساس اینکه مثلا دانشجو سال 3 بودم و اینا، هر وقت به من میگفتن آخه دوستای شاعر ما بعضی وقتا خب حسودیشون میامد دیگه، نه اینکه اونجوری حسودی، اصلا شوخی کنن میگفتن خب تو چرا اصلا با این شعرهایی که میگی اصلا ترانه چرا میری میگی، تصنیف سازی چرا میکنی؟ گفتم آخه نمیدونی چه لذتی داره وقتی برای نیم ساعت کار 300 تومن بهت بزن. برای یه دانشجو خیلی 300 تومن پولی یه تصنیف. اون زمان البته 300 تومن بود، بعدها شد 2900. آقای واقدی، از اون چی که
توصیف کردید متوجه شدم که بخش بزرگی از مشاهدات بیرونی رو در شعرهایتون یا ترانه‌هایتون توصیف می‌کردید، اما هرگز جنبه‌های گوناگون زندگی خودتون رو سوژه شعرهاتون قرار دادید؟ حقیقتش اینه خیلی کم، برای اینکه من یادمه خب یه وقتی منظور زندگی داخلیه دیگه. بله. من شاید وقتی که این مانی اینا کوچیک بودن اینا رفتن آلمان، بعد مانی و نیما مثلا مانی 4 سالش بود، نیما 6 سالش بود، یا بیشتر همین بود، حدودا بود اینا. مانی و به اضافه فریده به هر حال همسرم. بعد اینا که رفتن من خیلی دلتنگی کردم. از فرودگاه که برمیگشتم اینا رفتن برای 2 ماه یا 3 ماه آلمان پیش برادر فریده. یه شعر گفتم که تا اونجا که یادم میاد چند خطش یادم میاد. تو میگریختی و من خدا خدا کردم، از اون کرانه آبی تو را صدا کردم. در آن سکوت غم‌آلود لحظه بدرود، به دشت خلوت غربت تو را رها کردم. پناه هر شب من پیشخوان میکده ها، که سر به گریه نهادم خدا خدا کردم. دوباره میزده امشب به خانه برگشتم، به جای خالی تو دیده آشنا کردم. بیا که شعر و غزل بر لبم نمی پیچد، چو قصه های قدیمی ز یادها رفتم. بله. معمولا بیشتر در چه قالبی شعر میگفتید؟ من بیشتر شعر نو بود، اما به غزلم خیلی علاقه داشتم. منتها غزل نو، نه اینکه مثلا همون تکرار حرفای غزلای گذشته، که مضامین نو توش باشه. مثلا یک غزل دارم که میگم به جستجوی تو ای عشق تا کجا رفتم، ز قله های مه‌آلود تا خدا رفتم. به یاد گم شده سالهای کودکیم، به شهر خاطره ها و گذشته ها رفتم. ز جاده های شقایق ز کوچه گل سرخ، به جستجوی تو ای بوی آشنا رفتم. گهی نشان تو را از ستاره پرسیدم، گهی بدون چمن سبز و دلگشا رفتم. بیا که بی تو غزل بر لبم نمی جوشد، چو قصه های قدیمی ز یادها رفتم. این البته غزل شاید 10 غزل اینجوری به سمت نو دارم. پیش از آن که به سوال بعدی بپردازم باید بگم که بسیار تحت تاثیر حافظه شما هستم که اینها رو از اون مخزن با ارزشی که در سر دارید بیرون میارید و به مناسبتی آنها رو برای ما بازگو میکنید. بفرمایید که شما احساس برادری میکنیم با شما که همه دلمون رو باز میکنیم. بسیار بسیار باعث خوشحالی ما هم هست. بفرمایید چه شاعرهایی رو بیشتر مطالعه کردید و در سرودن اشعارتون تحت تاثیر کدام شاعر یا شاعرانی بودید؟ البته من بنابر شغلم ادبیات کلاسیک خوب خوانده بودم همیشه.
مخصوصا زیر تاثیر، خب بعد از فردوسی زیر تاثیر خیام بودم شدید، چون با توضیحی هم که صادق هدایت راجع به خیام داده بود، به هر حال خارج از مسئله این که یه نوع روشنگری بود، ما را از این خرافات مذهبی دور کرد و خوشحالم از این موضوع. بعد دیگه این که اما همونطور که گفتم ما دبیر ادبیات ما بسیار آدم آگاهی بود و با شعر امروز هم آشنا بود. او به من برای اولین بار یک کتابی داد به اسم کوچ مال نصرت رحمانی. من خیلی تحت تاثیر اون کتاب قرار گرفتم. مثلا شعرهای خیلی مثلا نصرت شنیدم که تو تریاک میکشی همسال اینا یا بعد خلاصه اون کتابی که خوندم، بعدش هم خب تو تهران با خود نصرت دوست شدم و اینا. اما خود من اگه واقعیت چی بخواید در مورد شاعر معاصر، حالا غیر از شاعر کلاسیک که البته کار من این بود، به آقای نادرپور خیلی علاقه داشتم، شعرهایی حفظ کردم و خیلی هم با هم دوست شدیم. به همین دلیل هم زمانی که آمد شد مسئول شعر امروز در رادیو تلویزیون، آمد گفت که یه چیزی میخوام ازت. شب آمدیم رفتیم نشستیم توی یکی از این رستوران‌ها یا بارای خبر قوام سلطنه. گفت یه چیزی میخوام بهت بگم، ممکنه این ترانه سرایی ول کنی؟ گفتم با کمال میل. گفت من برای تو کار دارم. گفتم چرا؟ گفت من کردن بزرگ دبیر شعر امروز در رادیو تلویزیون، تو باید بشی سردبیر یکی از این 4 قسمت داره و هفته ای حداقل یه برنامه خوب تحویل بدی. گفتم چه؟ گفت منتها همه حول و هوش درست پایه ها مال شعر گذشته است، اما میاد به شعر امروز ختم میشه. خلاصه من اون وقت خودم رفتم پیشنهاد کردم، من خودم یه تحقیق دارم به نام مباحث نظری شعر از دیدگاهی تازه. گفت خب فقط یه نمونهش بیار من نشون من بده. رفتم یکی دو نمونه دادم داشتش نشون. گفت هفته 1 ساعت شما برنامه داری. گفتم تو نخونده؟ گفت چرا؟ من تا یه نگاه کردم فهمیدم چی. و شما هفته 1 ساعت باید برنامه مباحث نظریه شعر از دیدگاه تازه داشت. ضمناً در رادیو 2 رادیو تهران بود، رادیو 2 هم تو هر هفته میری یه شعر نو رو تفسیر میکنی که مثلا منظور چی بوده. که البته من اونجا گفتم فکر کردم مثلا این با شاملو خوب نیست. گفتم میشه شعر شاملو؟ گفت شعر هر کسی میخوای بکن، شعر شاملو که عزیز منه، اصلا عقده به کسی نداشت نادر بود. و گفتم شعر فروغ چی؟ گفت چرا؟ شعر فروغ که چه بهتر. گفتم من میخوام خارج از این محوطه من و شما و یه از بچه‌هایش مثلا نصرت و اینا نشستیم اینجا، خارج از این گروه از اونا بیارم شعر تفسیر کنم. گفت باشه بکن، چه اشکال داریم؟ ما همون تازه اون رادیو تهران شنونده‌های سطح بالا داره، این برنامه هاش اینجوری نیست که مثلا یارو به خاطر نیناش رادیو بگیره. از این حرفا گفت تو یعنی بنابراین گفتم حالا شما جدی گفتی دست از این ترانه سرایی دارن؟ گفتم آره بابا ول کن، من اینجا 6 برابر ترانه سرایی برات می‌نویسم، هرچی اونجا در میاری من اینجا رو می‌نویسم. هر بیچاره اون زمان 1200 تومان خیلی بود. من حقوق آموزش پرورش هم همین حدودا بود. 1200 تومان برای این 2 تا برنامه به من میداد.
و تو تلویزیونم یکی دو سه بار منو چیز کرد. یه آقای بود که برنامه ادبی داشت، شما پارسی پور، پارسی نژاد بوده. دو بار یا سه بارم او با من مصاحبه کرد، هر بار 1000 تومان به من دادن. یعنی نادرپور چیز میگرد، سفارش میگرد. هیچی، منظورم این بود که از اونجا رفتم به هر حال ادامه دادم همکاریمو، هم با فردوسی هم با خوشه و حتی بعضی وقتا مجلس سخن. بعد این شعر میتونم یه شعر نو براتون بخونم که گفتم آقای مشیری هم خونده، به اسم آواز عاشقان قدیمی، اصلا اسم اونیشه. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم. تو ای زلال ترین چشمه نوازش و مهر، که با شکوه تر از روزهای پاییزی. میان ما شب طولانی زمان جاری است، تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت. هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز طنین زمزمه عاشقانه میپیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. تو ای نهایت خوبی، چگونه باید گفت که این زمانه نفرینی، که این هوای غبارآلود و این فضای سنگرمیان آتش و دود به ما مجال ندادند به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیشیم. بله. به نظر شما آقای باقدی شعر گفتن قابل یادگیری هست یا ذاتی؟ ببین، مثل هر پدیده دیگه‌ای یه کسی که استعداد یه چیزی داره باید یه زیربنایی هم، اگر هم ذاتی باشه باید یه زیربنایی داشته باشه که بره اینا رو مطالعه کنه، سوادش رو یاد بگیره، بخونه. اگر ذوق اینو داشت، هر چقدر که چه شعر کلاسیک چه شعر جدید چه به هر حال داستان نویسه قدیم، داستان نویسه اینا رو بخونه، پربارتر میشه شعرش. بنابراین فقط کافی نیست که آدم ذوق عادی داشته باشه. خب مثلا شاطر عباس استابویی شاطر بود ولی ذوق ادبی داشت. خب مثلا یا قصاب کاشانی اتفاقا یکی دو شعر خوبم داره، ولی اینا سواد هم صورت نشه، یه ذوق داشتن، بعضی شانسی بعضی شعراشون خوب از آب در می آمد. ذوق تنها ما کافی نیست، باید زیربنا هم داشته باشه. این ذوق باید روبناست. بله. شما معلم ادبیات بودید، در دبیرستان ها تدریس می کردید. تدریس ادبیات در محیط مدرسه در شعرهای شما چی بوده؟ اتفاقاً این خیلی سوال بسیار خوبیه. ببینید چرا؟ کسی که میره درس میده به علتی که مثلا فکر کنید یک کسی میره دکترای ادبیات میگیره، بعد میره میشه مدیر کل یه جای، اصلا یادش میره. ولی کسی که میره درس میده ارتباطش با اون چیزایی که میدونسته نه تنها کم نمیشه بلکه بیشتر میشه، برای که همه چیزی که آدم نمیدونه. مثلا تو کلاس 6 ادبی آدم درس بده یه چیزایی ممکنه آدم بخونه. فیلمثل من تا همه 4 مقاله عروضی تا زمانی که دبیر شده بودم نخونده بودم، ولی وقتی رفتم هم اونجا گفتن مثلا یکی از کتابایی که شما باید تدریس کنید 4 مقاله نظامی عروضیه،
اونجا اونو خوندم و خیلی چیزا فهمیدم، از نه تنها اون، مثلا حتی از این تاریخ طبری یا چیزایی که به هر حال میخوندیم. یک کسی که میره درس میده هی به معلوماتش خودش هم نه تنها به دیگران یه چیزی میرسونه، به معلومات خودش هم اضافه میشه. دلیلش هم اینه که تکرار میشه تو مغزش چیزا، مسائل، و گنجینه به قول معروف مغزش بالاتر میره. اینه که به این دلیله که تدریس خیلی برای کسی که چیزی مؤثره. درسته من بعد از 15 سال اینا تدریس، بعد رفتم، ولی خب همون 15 سال اضافه شد بر سالها درسی که خوانده بودم یا مطالعه که کرده بودم. آقای واقدی، وضعیت شعر رو در ایران و در خارج چگونه میبینید؟ منظورتون در حال حاضره؟ بله. اینا مثل همه چیز که خراب کردن، این آخوندهایی که آمدن، شعر و قصه نویسه همه چیز هم نابود کردن. این مردی یه عده دور خودش جمع میکنه که مدحشو بگن. خب بنابراین شاعر واقعی نمیره اونجا که دور بر اون. مثلا من میبینم بیشتر آدمایی که میرن دور برش این جلسه شعر میذاره این مداحا هستن. یادم یکیشون گفت ما 2-3 قدم مونده به قله، یکی از مثلا شعری که میخون، بیشتر مداحا، یعنی که بیان مثلا از اون تعریف. خب در این شرایط شعر هم مثل همه چیز فرهنگی نابود میشه. الان در ایران اصلا در این مدت شاعر که بشه روش انگشت گذاشت به وجود نیامده. نه مثلا شما فکر کن چقدر شاعر ما اون زمان از اخوان ثالث گرفت تا عماد خراسانی تا شاملو تا نادرپور تا همه، خیلیش، منوچهر آتشی، این همه شاعرای بزرگ وجود اومدن، نویسنده های بزرگ وجود اومدن، ولی من ندیدم بعد از اون دیگه چیز قابل ملاحظه‌ای منتشر بشه، مگه که شاعرایی که خارج از ایران آمدن. بله مثلا مرحوم خویی که زنده بود اینجا شعرهای بسیار قشنگ اسماعیل خویی میگفت، و اگر چیزی هم به وجود آمد از کسایی بود که از ایران خارج شدن، چون اینا دشمن نه تنها شادی موسیقی و اینا هستن، دشمن روشنفکر هم هستن دیگه. اصلا با روشنفکر کنار، خب شاعرام جز روشنفکرها حساب میشن، چون اینا اولین تارگتی که داشتن این بود که کار نویسندگان رو با اون چماقدارا منهدم کردن. خودم هم ضربتش خوردم، آمدن به هم زدن. شما حساب کن اونجا من کاری بودم، هم مدیر داخلی بودم هم منشی کار نویسندگان، و به هر حال وقتی اونجا رو از هم پاشیدن، منتها ما یه گرفتاری دیگه داشتیم، یه چند نفر، نه همه، چند نفر از این توده‌ای‌ها، خب بعضیشون هم شاعرای معروفی بودن، نویسنده‌های معروفی بودن، یه نامه نوشتن آمدن دادن دست من که اون زمانی که سفارت آمریکا رو گرفته بودن و اینا، این لاتولوتا نوشته بودن نام این کانون، همون آقایان توده‌ای، باید تبدیل بشه که به کانون نویسندگان خط امام، کانون نویسندگان خط امام، امضای زیرش هوشنگ ابتهاج، بهازین
کسرایی، تونکابونی و یه نفر دیگه، 5 نفر. من شاملو، اونا هم هیئت دبیران بودن، شاملو پرهامو صدا کردم و گفتم ببین اینا چی نوشتن. حالا زمانی بود که آقای بزرگ علوی آمده بود، من اونجا عکسش هم دارم که نشستیم کنار هم و اینا. بزرگ علوی آمده بود میخواست تو کار نویسندگان سخنرانی بکنه. بعد چیز گفت که شاملو گفت بذار این آقای بزرگ علوی سخنرانیش بکنه، یه هفته تمام بشه تا هفته آینده ما تصمیم میگیریم. و اونایی که اونجا خب چیز بودن، خب هیئت دبیران بودن، پرهام بود و ناصر پاکدامن و شاملو و بعد دیگه یه نفر دیگه دکتر ساید، غلام حسین ساید، اینا هیئت دبیران بودن. رفتیم نشستیم، گفتن که حساب کردن دیدن 240 نفر چیزن عضو کانونن و شرکت میکنن تو کانون. گفتیم یه نامه تهیه کنیم بنویسیم اینا همچین پیشنهادی کردن و شما 2 راه دارید، آیا اینا تو کانون باشن یا نباشن، این 4-5 نفری که اینجا نوشتن. و گفتیم بذاریم رأی گیری بشه. بعد باقر پرهام هم رفت شروع کرد به خواندن نامه اونا برای از اینکه آقای بزرگ علوی منتها قبلا وقتی که آقای علوی سخنرانیش تمام شد با اون صحبت کردیم، گفت بیرونشون بکنید پدر سوخته‌ها رو. گفتم حالا زمانی بود که ایشون از آلمان شرقی آمده به آلمان غربی. گفت که اینا قبل از این هم یه نامه تهیه کردن که این آدم از حزب توده اخراج کنید. من خودم استعفا داده بودم. همین آدم ها امثال اینا و کیانوری و اینا نامه می‌نویسن که منو، یعنی بزرگ علوی، گفت آره اخراجشون بکنید. هیچی، ما فقط گفتیم مشورتی کردیم. آقای علوی گفتم چرا میخواستم به تو میگفتن خائن؟ میگفتن چون من از آلمان شرقی آمدم آلمان غربی و هیچ مدت هم بود از حزب توده استعفا داده بودم و جزو حزب توده نبودم. این بود که گفت که من صلاح میدونم که گفتم آخه چجوری؟ گفت اینا رو جمع کنید، اعضای کانون رأی بدن ببینیم اینا باشن یا نباشن. باور میکنی از 240 نفر 220 نفر رأی دادن که اینا اخراج بشن. 20 نفر دیگه 10 تاشون ممتنع بودن، مثل خانم بهبهانی و اینا که یه ریشه های توده‌ای داشتن. او 20 نفر 10 تاشون تازه ممتنع بودن، 10 نفر مخالفت کردن. و این دیگه چه کاری کنه؟ من خودم اینا 220 نفر گفتن اخراج، اینا هیچی، اونا رو اخراج کردیم. آقای باقدی، آیا زمانی که از ایران خارج شدید و در آمریکا اقامت گزیدید شعر گفتید و اگر گفتید تأثیر غربت در این شعرها چه بوده؟ من بله از زمان اینجا خب شعرهایی راجع به غربت زیاد گفتم، ولی یه شعری که یه مقدار انعکاس پیدا کرد شعری بود که البته یه شعر نو گفتم که چون طولانیه نمیتونم همشو بکنم، ولی یه غزلم گفتم که من زیاد گفتم ولی به عنوان نمونه میگم، میتونم یه چند خطش براتون بخونم. ما نشستیم و از این برج تماشا کردیم، هرچه دیدیم از این حاشیه حاشا کردیم. شرممان باد ز تاریخ که در روز نبرد
با چنین دشمن نامرد مدارا کردیم. گاه آیین عرب ورد زبانهامان شد، گاه تمجید ز چنگیز و ز یاسا کردیم. بابک و مزدک و زرتشت فراموش شدند، تا که تقلید ز هر بی سر و بی پا کردیم. مردخاران کهن حاکم گورستانند، ما از این گورکنان بیهوده پروا کردیم. در هراسند چو خفاش ز اندیشه و نور، کفر گفتیم اگر فخر به دانا کردیم. پیش کوران چه ثمر آینه و شمع و چراغ، بر سر هیچ در این خانه چه غوغا کردیم. البته این شعر طولانیه، من قسمته که یادمه خوندم. شنیدیم که شما همونطوری که پیشتر هم اشاره کردید علاوه بر شعر و نویسندگی ترانه هایی هم برای پاره از خوانندگان سرشناس سرودید. بسیاری از ایرانی ها ممکنه ندونند که ترانه ماندگار پرسون پرسون با صدای خانم دلکش سروده شماست. ترانه‌ای که اخیراً با اجرای سفیر کره جنوبی در تهران دوباره در دل مردم زنده شد و محبوبیت تازه‌ای پیدا کرد. ممکن است بفرمایید داستان سرودن این ترانه از کجا آغاز شد؟ در چه فضایی و با چه احساسی این شعر شکل گرفت؟ حقیقتش اینه، یه روز من با ناصر زرابادی تو، البته من راجب ترانه‌سرایی قبلا توضیح دادم، اما راجب این چیز مخصوص من با ناصر زرابادی نشسته بودیم تو رادیو. خانم دلکش آمد گفت میدونید که من اهل طرفای بابل و اینام، تازه مال دهات بابلم. بعد گفتیم خب که چی؟ گفت ما 2 آهنگ از بچگی یادمه، اینا تمش اینجوری بود، میخوندن آهنگاش یادمه. اون زمزمه کرد آهنگاش، به ناصر زرابادی گفت خود تو نوت بردار بنویس، ببینیم میتونی تنظیمش کنی. گفت چرا نه، شاعرم اینجا نشسته، ما همین حالا کارو میکنیم. اون ترانه آهنگ محلی ها رو زمزمه کرد، یعنی شعرش ما که نمیفهمیدیم، شعرها همه به لهجه مازندرانی بود. بعد اون زرابادی هم نشست اینا رو نوتاش نوشت. بعد گفت که فردا به تلفن میزنم میگم که، بعد من گفت اصلا این چیزه، این خانم دلکش داله از ما تقاضای نکرده، اینه امشب برو ترتیب هر دوشه بده، یکی این بود یکی با رقص کولی ها. بعد منم شب تا شاید از 4 برنامه نشستم اونا رو ساختم و فردا تلفن زدم به ناصر، گفتم ناصر من اینا رو نوشتم. اونم فوری همون ساعت تلفن زد به خانم دلکش، گفت خب من میام رادیو شما هم بیاید. رفتیم و بعد اینا رو که خوند و نگاه کرد و اینا، شروع کرد منو بوسیدن و ناصر بوسیدن اینا. گفت که میریم بعد از اون موضوع دیگه رفتن ضبط کردن و این مسائل رو پیش. شاید پر بیجا نباشه که در این بخش از گفتگوها اون نواری از این ترانه پرسون پرسون با صدای خانم دلکش رو هم پخش بکنیم. اومدم در خونت، یک شاخ گل در دستم سر راحت، بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی. آه به خدا اون نگهت از خاطرم
آقای واقدی گویین که دلمون نمیاد این گفتگو رو قطع بکنیم، ولی اون چه مسلمه ناگزیر همه چیز پایانی داره. در پایان محبت بکنید یکی از شعرهایتون رو برای من بخونید. شعر تقدیر. چگونه پاره کنم رشته های زنجیرم، بیا مرا برهان ورنه بی تو میمیرم. به چشمهای درشت و سیاه و غمزده‌ات، به ناله های تهی از امید و شبگیرم. ستارگان همه دانند و آسمان داند که در شکستن پیمان نبود تقدیرم. به دشت شوق مرا آرزوی پرواز است، دریغ و درد که چون سبزه‌ای زمینگیرم. نه برق پاک امیدی نه رعد فریادی، خدای داند از این شهر مردگان سیرم. شکوفه های جوانی ز شاخه هایم ریخت، در این بهار درختی شکسته و پیرم. روان تشنه من گردباد عصیان هاست، ببین که با همه آزادگی به زنجیرم. همین رو اینقدر یادم بود. با سپاس فراوان از شما آقای واقدی. امید و آرزوی ما هست که همچنان تندرست بمونید و باز هم شعر بگید و مردم رو نه تنها در خارج بلکه در ایران هم آگاه بکنید. و برای اینکه در زمان کنونی هر گوشه‌ای از تاریخ ما و از ادبیات درخشان ما برای مردم یک امید به وجود میاره. بسیار ممنونم که منو شایسته این مسئله دانستید. البته یادتون باشه ممکنه شما این رو جایی پخش کنید که احتمال خواندن شعرهای تندتر نباشه. نمیدونم، اگه اجازه میدید یه شعرم در آخر، البته میتونیم چون در آخر میتونید حذفش کنید، من بخونم که خودمم عقده های دلم خالی بشه. اسلام بهر کودک من نان نمی شود، حتی برای فاطمه تنبان نمی شود. با روزه و دعا و تضرع برادران، نان و دوا و گوشت که ارزان نمی شود. دینی که یادگار زمان توحش است، اسباب رستگاری انسان نمی شود. جنگیر و شیخ و واعظ و ملا و روزخوان، جز با حماقت تو فراوان نمی شود. دینی که از بلاهت امت قوام یافت، جز پایگاه شیخک و شیطان نمی شود. ملا شدن چه سهل بود با عبا و ریش، افسوس هر که شیخ شد انسان نمی شود. آقای واقدی، اگر بخوایم پیامی برای نسل جوان علاقه‌مند به شعر و ادبیات داشته باشید، این پیام چه خواهد بود؟ پیام اینه که خودشون رو به اندیشه امروز مجهز بکنن و بدونن که خرافات دیروز ارزش حتی شنیدن هم نداره. من پیامم اینه که تمام جوانایی که میخوان تو این راه برن علیه خرافات یا بنویسن یا شعر بگن. و بعد
درباره آینده کمی فکر بکنیم. چه گام‌هایی به نظر شما مفید هست برای ساختن آینده‌ای که واقعاً ایران و ایرانی‌ها سزاوار اون هستند و چه نقش و مسئولیتی بر دوش نسل امروز هست؟ من فکر میکنم الان دیگه یه چیزی در حتی سابق خواهد این موضوع مال روشنفکران بود، اما الان حتی مردم عادی، حتی بی سواد فهمیدن که چه بلایی به سرشون اومده و یه دفعه یک مملکت، یه ملتی که این همه فرهنگ داره به اندازه 500 سال میره عقب و به زمان شاه سلطان حسین میرسه. شما حساب کنید، آخه مگه ممکنه یه ملتی منتظر گروهی باشن که یا یک کشور دیگه باشن که بهشون حمله کنن؟ الان ما ملت ما به اونجا رسیدن. من سابقه نداشته که ببینم مثلا مردم اینقدر از اسرائیل دفاع کنن یا از بمباران ایران دفاع کنن. این خیلی خجالت آوره، اما ببینید به کجاشون رسیده که چشم بریدن به یه آدم دلغکی مثل دونالد ترامپ که بیاد ایران رو نجات بده. اون دنبال پوله، ایران اون نجات نمیده. اون میگه که به من یه چیزی بدین که من کنار بیام باهاتون. همونجوری که از عربا رفت گرفت. دارم همینه میگم، بیش از این. بله، بار دیگه میخوام نه تنها از سوی خودم بلکه از سوی تمام اونهایی که در آینده آنچه که ما امروز گفتگو با شاعر دهه 40 اسمشو گذاشتیم آشنا بشن و گفته‌های شما به ویژه در اون بخشی که به آینده نگاه میکنید، چه از نظر آینده برای جوانان از نظر شعر و ادبیات و چه از نظر آینده برای همه مردم ایران ارزشمند خواهد بود. باز هم سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون. البته من شروعم مال دهه 40، ولی هنوز زندم تو قرن 21 مال. انشالله که شاعر همه قرون باشید. ممنون. تشکر میکنم از محبتاتون که منو لایق دانستید که با هم گفتگو کنیم. جناب عاطفی بسیار عزیز و گرانمایه، سپاسگزارم که از برنامه‌مون تا این ساعت راضی بوده باشید، لذت برده باشید. سعی میکنیم که بر شادی که در دل یکایک افراد ایرانی امروز هست ما در این گوشه تجمعی ترتیب دادیم بتونیم بر این شادی بیفزاییم. دعوت میکنم از هنرمند دیگری، آقای امیر رسایی. خواهش میکنم. در پشت سر گلهای ما شکن